سلام رفقا، من علیوین هستم. امروز یه ویدیو جدید آماده کردم براتون و با یه نوب استک حالا بی احترامیه میگیم آقای نوب. یه دوئلی زدیم توی یکی از واقعا توی اینطورم بگم بدترین زمین برای مثلا دوئل اسنایپ، که خب تا آخر دوئل رو پیشنهاد میکنم ببینیم. جالب بود دوئل. خب منم با یه گوشی که تقریبا هنگه زیاد و یه خودم سنس داغون بود وارد بازی شدم. خب دوستان، این آقای نوب توی درخواستام پیشنهاد داد، گفت بیا دوئل بزنیم. گفتم باشه. یه جوری هم حرف میزد، حالا آدم میگه مثلا خیلی پرو بود اینا، که خب از سبک بازیش اصلا معلوم بود نوب استگه. و یه خورده مثلا اینجا ببینید، اینجا یه لحظه من اومدم اون ور نگاه کنم، داشتم با یکی صحبت میکردم، یهو دیدم یارو زد بهمون و اینجا یه خورده فشاری شدم، چرا حواسم نبود از این نوب خوردم. بعد اینم بهتون بگم دوستان، اگه میخواین دوئل بزنین، به نظر من زمینای شیپمنت و مثلا زمین اتوبوس هست ناکتان، اونجا هم خیلی خوبه. اگه دوئل اسنایپ بخوایم بزنین اینا خیلی خوبن. دوئل گان همین زمین ها میشه، ولی به نظر من اگه میخواین دوئل اسنایپ بزنین فقط شیپمنت، تک به تک فقط شیپمنت. ولی اگه گروهی میخواین دوئل بزنین سیتان دیستروی بهترین پیشنهاده. خود دوستان بازی ها بذارین براتون تحلیل و بررسی کنم. جناب آقای مهندس علیوین. خب اینجا دوتا زد بهمون. یادم اولی که سر نوب بازی خودم یا حواس پرتیم خوردم، سر حواس پرتیم خوردم. دومی خودم نیست چی جوری خوردم، ولی اینجا منم دوبار بهش زدم و اینجا خیلی عجیب اصلا نمی‌دونم کجا میره. نزدیک فکر کنم 5 دقیقه نوبالش بودم، اصلا انگار غیب شده و جالب بود آنلاین هم بود. بعد انقدر گشتم اصلا اعصابم خورد شده بود، یارو اصلا نبود. برای همین میگم این زمین خیلی بده واسه دوئل. و بعد نگاه کنین اینجا، وای اینجا بکنین اومدن این بالا. بعد اینجا من میگم صدا پا در میاد. آقا ما اینجا منتظر وایسادیم آقا بیاد فایت بزنیم. بعد اصلا ببینید کاملا نشان دهنده از نوب سگانگی ایشون بود. و اینجا دیگه من گفتم هیچ عیبی نداره و گانم نکشیدم. دیدم آقا با نایف اومده، گفتم عیب نداره. نایف و آتانا اومدن. خب گفتم بودم این جایزاشم میزن بیا اینجا چی دیگه. گفتم بذاریم به نوبی سابق برگردیم و فشارمون بخوابه. خب اینجا یه با کاتانا زدم، اینجا نیست دیگه. و همینجوری فکرم 2 بار دیگه ما کاتانا بهش زدم. بنده خدا اینجا نیستی داشتم. خدای ما با کاتانا این وقتی کاتانا دارم چجوری میخوام بشه بزنم. اینجا زدیمش و با این جایزه عجیب غریبش خوردیم همزمان. حالا این راند که ویکتور شد هیچ. ولی راند بعدی اولاش یه خورده مثلا چیز بود، یه خورده آروم بود. بازم همون نایف کردن سابقش و اینا یه ضربه قشنگی هم زدیم ولی آخراش واقعا جذاب بود، خیلی خوب بود و به نظر من حال داد. با اینکه جواب مردانه نبود و نمیدونم با نایف و آره دیگه نایف کلا نایف بود آخرش، ولی باز به نظر من با اینجور آدم همینجوری باید دوئل زد. چون واقعا تو با استیک به یورو با نایف همچین زمینی به نظر من خیلی خطرناکه. اینجا نمیدونم از کجا بوم خورد به پشتم، مثلا یه بار پشمام ریخت. خدا این از کجا زد. بعد اینقدر نوب ترسو بوم خورد به هم، فهمید دمیج شدم و دیدش منو حس میکنم دیدش منو و این نیومد و اینجا وایسادیم. خیلی اینجا وایسادم و نیومد. همینجوری که من دارم کم میکنم یه موضوعی رو مطرح میکنم دوستان. امیدوارم که سابات یه خورده زیاد شن، چون 2 تا ویدیو تا الان من گذاشتم 5 تا ساب اومده و
همین الان من با این ویدیو که ویدیو سوم تو یوتیوب هست، واقعا من از الان میگم من هیچ وقت ناامید نمیشم. حتی اگه 50 تا ویدیو داشته باشم و 5 سال من باز ادامه میدم. در کل بگم من از این یوتیوبرایی نیستم، اولین ویدیو من گفتم از این یوتیوبرایی نیستم که با وعده‌های الکی بیام مثلا بخوام نمیدونم ساب بگیرم، نمیدونم لایک و دیسلایک و اینا کامنت و اینجا باز با نایف زد. نه من با نایف زدمش چون میگم با نایف داره میزنه. دیسلایک و اینا من برای این چیزا وعده‌های الکی نمیدم. من بیشتر یوتیوبرها رو دیدم ولی اینم بگم بهشون حق میدم. بهشون حق میدم چون واقعا تقریبا حق میدم. اینم نگم کاملا حق میدم بهشون. این کاملا معلومه دی برای جذب لایک و ساب بیشتره و خب این راه مثلا به ذهنشون رسه دیگه، یه راه خیلی کثیف مثلا اینجا اینجوری به همین راحتی میگم این زمین خوب نیست برای همینه. خب برای این ضربه رو ببینید بعد دربارش حرف بزنیم. خب دیدین اول ویدیو بهتون گفتم این گوشی واقعا هنگیش خیلی زیاده و سنسم خراب. دیدین که همین ضربه رو زدم هنگ کرد وایسا. و خب بحث سابقمون برمیگردم. بعد واسه دیسلایک و اینا مثلا میگن توکن رایگان بهت میدم که همش دروغه. من همشون واسهتون اثبات کردم تو ویدیو قبلی، میتونیم ببینیم. ولی من اونجوری نیستم. من واقعا درسته من اومدم تو یوتیوب تو مثلا تا موفق شم و اینا، ولی هیچ وقت بعد دروغ نمیدم که فردا اگه مثلا یه چیزی شدیم و اینا یکی بر نگرده بیاد بگه فلانی همونی بود که برای ساب و لایک و کامنت و اینا هر کاری میکرد. واقعا دوست ندارم اینجوری بشه و همه ویدیویی که میذارم و پیشنهاد میکنم ببینین چون واقعا همشون این حقیقته. همین اینجا یه خورده باز پنگی دیدی که از اینجا رفت اونور و دیدم باز با نایف اومده و چی دیگه نایفش کردیم. فکر کنم اینجا تقریبا آخره دوئله. اینجا رو پیشنهاد میکنم ببینین خیلی باحاله. یه واقعا فشاریش کردم اینجا، واقعا فشاری شد اینجا، دمیج کردم با استایل خودش. دیدم بازم جایزه زده. یه اینجا گفت من میخواستم با استایل بیام، گفتم شاید فهمیده اینا بیام، نه این نفهمتر از این هیچی دیگه. ما هم برای فشاری کردن اینمون راهی شدیم. ولی این جواران باید اینا فشارشون چون وقتی خودشون مثلا با نایف جایزه میاد نباید انتظار داشته باشن از طرفشون که میخواد جوان مردانه بگه. اینجا یه چی دیگه فایل رو در آوردیم و آتش کشیدیمش. یه ضربه اونجا، دومی اینجا، مثلا نمیدونی چه حالی میده یکی اینجوری حال میده با اینکه نوبت سگی ولی حال داد. دو تا رو اونجا زدم، سومی اینجا دوباره مثلا میومد میدونست من اون برم ولی خیلی سریع میومد انگار میخواد یقاتم بگیره بزنه. اینم چهارمی. هیچی دیگه دوئل تموم شد و کاملا ناجوان مردانه دارو زدیم. البته بازی ناجوان مردانه بود، اینجا 5% شد و کلا شرایط بازی نامطلوب. حالا این که آقای نوب بود ولی بعدم با یه فرد تقریبا پر هم دوئل میذارم براتون. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودین، امیدوارم لذت برده باشیم. ببخشید بابت اینکه صدای من یه خورده پایین بود، اینکه شب و فعلا صدای خورده ممنوعه. خیلی ممنون، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.